میخواهم برایتان یک داستان واقعی را تعریف کنم. مردی به مدت 4 سال برای کار به یکی از کشورهای خلیج می رود. در ابتدا خیلی تنگ دست و فقیر بود، ولی بعد از مدتی ثروتمند می شود. پدرش مرد بسیار پرهیزکاری بوده و قبلا امامت مسجد را بر عهده داشت. این یک داستان تخیلی نیست، بلکه یک داستان واقعی است. پس از اینکه این مرد تمام ثروتش را جمع می کند، نامه‌ای برای پدرش می نویسد که پدر، من می خواهم ازدواج کنم. سالها گذشته است و من ازدواج نکردم و من از شما می خواهم که برای من همسری انتخاب کنید و از شما می خواهم که خودتان تمام شرایط عقدنامه را تعیین کنید. من قصد دارم که ازدواج کنم و می خواهم همان روزی که به کشورم برمیگردم روز عروسیم باشد. نمی خواهم حتی او را ببینم. این نشان می دهد که چقدر این مرد جوان به پدرش اعتماد دارد، با اینکه می دانست پیامبر صلی الله علیه و سلم یکی از صحابه ها را که بدون دیدن دختر انصاری به خواستگاری رفته بود را منع کرد و پیامبر صلی الله علیه و سلم به آن صحابی گفت برگرد و دختر را ببین. و قطعاً مرد پرهیزکاری مانند او می‌داند که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده‌اند به 4 دلیل از یک زن درخواست ازدواج می‌شود: ثروت، زیبایی، اصل و نسب، خانواده و دین. بهتر است که شما به سراغ دین بروید. پدر او یک زن با ایمان را برای ازدواج با پسرش انتخاب کرد، ولی آن زن ظاهر زیبایی نداشت. پسر جوان به مصر برمیگردد و او را از فرودگاه به منزل نزد همسرش میبرد که چادر به سر دارد. پس با او در اتاق تنها می شود. به محض اینکه زن حجابش را برمیدارد، جوان حیرت می کند. متعجب می شود که آیا این است همسری که پدرم برای من برگزیده است؟ او اصلاً زیبا نیست. خیلی دلسرد می شود از اینکه پس از سالها با این همه شور و شوق برگشتن اینجا با حال چنین شده است. افسرده و غمگین به خواب می رود. نیمه های شب همسرش که متوجه عکس العمل او شده بود سعی کرد جوان را از خواب بیدار کند، ولی جوان از بیدار شدن خودداری می کند. دوباره سعی می کند او را بیدار کند، ولی جوان باز هم سرباز می زند. پس روی صورتش آب می پاشد تا او بیدار شود. جوان بیدار می شود و زن به او می گوید می دانم که خیلی ناامید شده ای و من از اینکه زیبا نیستم آگاه هستم، ولی می دانی چیست؟ من آرزو داشتم که به یک دلیل ازدواج کنم. میخواستم به حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم عمل کنم که میگوید رحمت خداوند بر مردی باد که نیمه های شب بیدار می شود تا نماز و نیایش کند و همسرش را هم از خواب بیدار می کند و اگر بیدار نشد آب روی صورتش می پاشد. و رحمت فراوان خداوند بر زنی باد که نیمه های شب بیدار می شود تا نماز تهجد بخواند و همسرش را بیدار می کند تا با او نماز بخواند و اگر بیدار نشد برای بیدار کردنش آب روی صورت او می پاشد. زن به مرد جوان گفت به خدا قسم که من بسیار از تو سپاسگزارم که این آرزوی مرا برآورده ساختی. من خیلی دلم می‌خواست که به این حدیث عمل کنم و تقریباً از ازدواج کردن ناامید شده بودم، چون می‌دانستم که زیبا نیستم. آیا حال ممکن است که بقیه حدیث را با من انجام دهی؟ آیا بیدار می‌شوی تا من در نماز به تو اقتدا کنم؟ با من نماز تهجد می‌خوانی؟ مرد جوان بیدار شد و همسرش در نماز به او اقتدا کرد. برادران و خواهران مسلمان، این مرد به خدا سوگند می‌خورد که به محض اینکه نماز تهجد آنها تمام شد به همسرش نگاه کرد و مانند آن بود که زیباترین زن دنیا را می‌بیند.
برادران و خواهران مسلمان، فریب این فیلم ها و سریال های تلویزیونی را نخورید. عشق و محبت به خاطر خداوند است که وارد قلب ها می شود. خداوند می تواند که عشق به شوهرانتان را به شما بدهد، ولی شما به همسرتان باید از خداوند اطاعت کنید. با همسرتان نماز بخوانید و به شوهرتان در نماز شب اقتدا کنید. این خانواده صاحب فرزندانی شدند که حافظ قرآن هستند و به مراتب بالای علمی رسیدند و بعضی از آنها دانشمندان این امت خواهند شد. برادران و خواهران مسلمان من، اگر می‌خواهید به سعادت جاودانه برسید، از فرامین خداوند چشم پوشی نکنید. ازدواج امری است مشکل، تا جایی که شیطان هر روز بر سر شیطانی که بتواند یک زن و شوهر را از هم جدا کند تاج می‌گذارد. شما نیاز به شریک مناسبی دارید و آنچه باید در جستجوی آن در این امر باشید تقوا و پرهیزکاری است و اگر این کار را کردید در این دنیا بهترین نصیبتان خواهد شد و به اذن خداوند تعالی با همسر مطهر شدهتان در بهشت برین خواهید بود. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها